الو سلام الناز جان. سلام عزیزم. جان چی بفهمی؟ میخورم عزیزم، چرا نخورم؟ ما نخورده هاشم خوردیم. چطوری؟ بابایی نخوردین تو؟ نمیدونم شما نخورده یا خورده ای؟ بفرمایید امیر شما؟ من دوست امیر حسینم الناز. حقیقتش محمد هستم. امیر حسین بچه پیروزیه. بچه پیروزی؟ آره بچه پیروزیه. یه دونه همون جای پیروزی؟ همون جای دیروزی که گذاشتن درت. برات گذاشتن؟ جون چطوری عزیزم؟ من حقیقت یه شب با بچه‌ها برنامه داشتیم، می‌خواستیم ببینیم داستان چنده. داستان چنده؟ داستان چنده دیگه؟ آره مثلا کتابای قصتون چند قیمت خانم؟ کتاب داستان چی باشه آخه؟ کتاب داستان خودت بخوای برام داستان اجرا کنی. من که رمانم جان پس کوتاهی. پس کوتاه دوست داری؟ نه دوست دارم. آفرین. بچه‌ها میگم زیادم. یه شب می‌خواستیم برنامه کنیم، می‌خواستیم در خدمت شما هم باشیم خانم. آره بعد چطوریه برنامه؟ موضوع زبان چی میگی تو؟ خب حقیقتش من نیستم تو مجلس، اول بچه‌ها هست. حالا ما زنگ زدیم اسپانسر بشیم صحبتش انجام بدیم. اسپانسر شما این؟ بله من اسپانسرم. به قول شما من کسکشم. چرا پیاده تو؟ تو خوبم نیستی. زنگ می‌زنم به یکی دیگه قیمت تو. به تو خوبم نیستم؟ نه عزیزم من همه چی به تو خوبم. هیچ کی به تو خوبم نمی‌کنه. شاید چهار تا کار می‌کنم. یه تومن بسته اینو بچه پول دارم. اسپارکوس هم. جان اسپارکوس. اسپارتاکوسی؟ آره. ای جو الناز جانم. یه شب یه تومن بسته بیاید به بچه‌ها بدی بریم. چند نفریم؟ بچه‌ها میگن 4 نفریم. 4 نفر؟ یه تومن بسته دیگه. عزیزم من خودم میدونم و حیوان نیستم که 4 نفر چیکار کنیم؟ الناز تو که کلوفت بزرگ دوست داری. چی بهت گفتم من کلوفت دوست دارم؟ الناز جانم. خب آقا یه تومن اوکیه میای یا نه؟ بابا بچه‌ها منتظرن. همه تخم به دستن. عزیزم جونم شما برای کسی شما میشه من نگی عزیزم؟ من یه جوری میشم آجی. یه قص میندازی گردنمون تو امشبا. جانم. میشه نگی قربون صدقه من نری؟ من یه جوری میشم. بفهمونم. من زود تحریک میشم الناز. بابا این کارو نکن. خورد سیگاره؟ آره بابا من که میگم من اون شب نیستم، بچه‌ها هستن. من اصلا این کارو نمی‌کنم. شاید دومین دختری باشی که دارم باهاش حرف می‌زنم. من نکنم. اینقدر پاچی تو؟ آقا یه تومن اوکیته؟ اگر می‌خوای بیا دیگه. تخمم کسر نمیاد. الناز من حالا من چه کار کنم خوبه؟ نه میگم که من اصلا این کارا نیستم. من دارم پستکشی 4 نفر دیگه رو می‌کنم. کارچی چی بودی تو؟ ببین گردید به این. کجا برو بریم؟ بشین سرش برو امیر. آهم بخون میره که بریم؟ اما خیلی واقعا نمی‌تونم جواب بدم. خیلی سلیته و پتیاره هستی. کچرم؟ اوه من داداش آجیلن؟ آره عزیزم من آجیلندم. تو قرآن بهت قرآن من کیم؟ نمیدونم در کل میگم که تو خواهم نیستی. حالا هر کی بخوای باش یه جنده ای میشه دیگه. تو خواهم نیستی بزن خود اصلا یه لحظاتی سکوت کردم اصلا